دوست من، درود بر شما. آیا تا به حال راجع به فلسفه تائو شنیدین؟ کتابی کوتاه و شاهکاری از فلسفه چین باستان به نام تائو ته چینگ. یه سوال ازت دارم تا برای پاسخش به تائو برسیم. چقدر تو زندگی تلاش میکنی؟ چقدر دویدی، برنامه‌ریزی کردی یا جنگیدی تا به نقطه‌ای برسی که فکر میکنی خوشبختی واقعیه؟ و آیا واقعی بوده؟ تلاشی که کردی برای زندگی بوده یا تلاش از زندگی خستت کرده؟ میبینی که به جای بهتر شدن زندگی فقط داری فرسوده تر میشی. لاو تسه، حکیم کهن چینی، یه جمله عجیب میگه: کسانی که روی نوک پا میایستند محکم نمیایستند. کسانی که با عجله جلو میروند خیلی دور نمیشوند. کسانی که میخواهند از دیگران برتر باشند نور خود را کم میکنند. پس شاید زندگی اصلاً اونجوری که ما فکر میکنیم کار نمیکنه. شاید هرچی بیشتر تلاش کنیم نتیجه عکس بگیریم. اینجا منظورم از تلاش دست و پا زدن بیهوده برای رسیدن به نتیجه مطلوب ذهنیه، برای خواسته های بیپایانمون. داستان رودخونه‌ای که تلاش نمی‌کنه اما همیشه راهش رو پیدا میکنه. فکر کن یه رودخونه آروم توی دل طبیعت. آیا این رودخونه تلاش میکنه که به دریا برسه؟ با سنگ‌هایی که سر راهش هستن میجنگه؟ نه، اون فقط جاری میشه، بدون جنگیدن، بدون تقلا، ولی همیشه راهش رو پیدا میکنه. ما هم میتونیم همین باشیم. ما هم میتونیم بدون جنگیدن، بدون تقلا مسیر درست خودمون رو پیدا کنیم. ولی ما چی کار میکنیم؟ به جای اینکه با زندگی همراه بشیم مدام سعی میکنیم بر اون غلبه کنیم. به جای اینکه با جریان حرکت کنیم خلاف جهتش شنا میکنیم. کاسه خود را بیش از اندازه پر کنید لبریز می شود. چاقوی خود را بیش از حد تیز کنید کند می شود. در پی پول و راحتی باشید دلتان هرگز آرام نمی گیرد. دنبال تایید دیگران باشید برده آنها خواهید بود. کار خود را انجام دهید سپس رها کنید. این تنها راه آرامش یافتن است. وقتی تغییر دنیا نتیجه عکس میده. بذار یه مثال بزنم. کمونیسم رو در نظر بگیر. یه ایده‌ای که از یه نیت خیلی خوب اومد. برابری، عدالت، رفاه همگانی. خیلی قشنگه، نه؟ اما بعدش چی شد؟ برای برقراری عدالت میلیون‌ها نفر حذف شدن. برای ایجاد برابری بزرگترین بی‌عدالتی‌ها رخ داد. برای آزادی شدیدترین سرکوب‌ها اتفاق افتاد. چرا؟ چون انسان همیشه فکر میکنه که باید دنیا رو بهتر کنه، اما معمولاً نتیجه برعکس میشه. لاو تسه میگه آیا میخواهی جهان رو کنترل کنی؟ فکر نمی کنم که این کار شدنی باشد. جهان ظرفی مقدس است
و نمیتوان آن را کنترل کرد. اگر تلاش کنی تنها آن را بدتر خواهی کرد. هنر بی‌عملی که همه چیز رو تغییر میده. ما تو زندگی دائم تو این توهم هستیم که باید یه کاری بکنیم، باید یه تغییری ایجاد کنیم، اما واقعیت اینه که خیلی وقتا بهترین کار اینه که اصلاً کاری نکنیم. توی تائویسم یه مفهوم خیلی جذاب هست، وو وی، به معنای بی‌عملی یا انجام دادن بدون زور زدن. مثل یه رقصنده که خودش تبدیل به رقص میشه، یا مثل یه نوازنده که بدون فکر فقط موسیقی میشه. مثل آب که نمی جنگه ولی از سخت‌ترین صخره ها عبور میکنه. این یعنی همسو شدن با جریان زندگی بدون تقلا، بدون فشار، یعنی کمترین گفتگو و درگیری ذهنی و بیشترین بازدهی، یعنی بهترین روش برای بالا بردن بازده در تمام امور زندگیمون. حالا ما چرا همیشه خسته ایم؟ ما یه توهم بزرگ داریم، اگه به این چیز برسم خوشحال میشم. اما همیشه یه چیز دیگه هست، همیشه یه مرحله بعدی، یه پله بالاتر، یه آرزوی جدید و ما هیچ وقت متوقف نمیشیم. شاینتسه، فیلسوف بزرگ تائویسم، یه جمله شاهکار دیگه داره. اونایی که دنبال شهرت، ثروت یا مقام هستن هیچ وقت آرامش ندارن، چون همیشه یه چیز دیگه میخوان. همیشه یه پله دیگه هست که باید بالا برن. حالا چطور آموزه های تائو رو توی زندگیمون پیاده کنیم؟ کمتر زور بزنیم، بیشتر حس کنیم. گاهی وقتا نیازی نیست به تقلا، فقط باید حس کنیم، ببینیم، بشنویم. کمتر کنترل کنیم و بیشتر اجازه بدیم. زندگی رو نمیشه کاملا کنترل کرد. هرچی بیشتر سعی کنیم بیشتر از دستمون در میره. رها کنیم تا به دست بیاریم. خیلی وقتا چیزایی که میخوایم درست وقتی میان که دیگه بهشون نچسبیدیم. از طبیعت یاد بگیریم. ما بخشی از طبیعتیم، مثل آب که نرم و روونه ولی قوی ترین صخره ها رو شکل میده، چون نمی جنگه، فقط راهش رو پیدا میکنه. و اما حرف آخر، همه چیز برمیگرده به یه اصل ساده: رها کن تا به دست بیاری. ما تو این زندگی نیومدیم که بجنگیم، اومدیم که جاری باشیم. پس آروم باش، سبک باش و به لحظه حال اعتماد کن.